ولی اینو ورنه خستم تو سنگه ولی کم ورنه خستی بله ولی کم ورنه خستیم ایف شما کرده به خدا میامودیم که لاغل بالشت پر خود خور بزه سر شما میکردم خیلی شدیم تالی بدیدی بزی گفتم که گیپک وقتی کبری که کاکا میشه معطل باشم یم یک سر میگم شما انزه سو وقت بگذار تا شیرا پیدا که چای خورده دیشب به تو نگفتم که بیگو ابلاغ جمع کو ها؟ دروغ میگه خودیو اینا گل میگم تو به من میگی دروغ میگم دیشب گو ابلاغ شما جمع نکردیم الفار به سرها گفتم شفتلار و سبستار درو کنیم هیچ کدوم درو نکردیم ایور گفتم با والی سبستار بزنیم تو دیشب نزدی گیلک کاری نکو که سرطور به تامی جو کنم و میکنم مر میشنسی این میگه کاکام چیزه این میگه کاکام کار نکنه این میگه ما مستقریم این کاکام ظالمیه میگه چرش ایچه میشه دروغ میگه گیلک من کی گفتم کاکایی دروغ میگه با خدا من نگفتم گوشکش که به تو چی بگم اگه کاکاتونم اگه هر کار هستم به خود خونم شما دوتار باید از لوف سوزن بدر کنم و بیرونم میکنم گیلک گوشکش که به تو چی بگم تا شم میری به سرها کارا رو انجام میدی تا ای که من یک شیش بخواه باشم یک پیاله چای بخزم بخورم باور که تمام کارا رو اگه نکردی بودی گیلک باز من میفهمم تو میفهمی حرکت کو کاکا همال کسو وقته دیگه شما همال یک خوی بیدار شدن باید دیواره ما این برای خوی شما ری میکنیم به هفته واو نیت تو هست ما برم برای تو کار کنم از بعد به سرها کار میکنم همه کارا میکنم شما دوتا بیایم به خونه خوشیم بفرمایید برو دیگه تز برو دوتا بارخور اضافی خداوند پاک به گردن من انداختونده نگاه نکن دیگه جور باشم برارکو زنده باش کجا میری گیلک ما میریم به سهرها میریم کاکام گفته که خوی نشیم بریم کسابست بداریم شفتلار بداریم بیده تیار میکنیم چیکار میکنیم به گوخ به خر اینا علف بیاریم میته گیلک یعنی کاکا تو خودی به کجایه خودی هم میایه به سر سهرها خودی شما کمک میکنه نمیکنه چکار میکنه یعنی او میره به عروسی و به میله و به ایبری بر میره شما سغیرار به سر کار پرتو میده هم یک روز من ندیدم که کاکا تو خودی شما به سر زمینا دست خور بگیره هر روز شما دوتاییم و کار نمیکنه دیگه ما چیزه ما بافته و سختاشون جگر مکنده انا میگه بریم او خود خو میشه بری بر میره به باغا میره به چکرزده میره به ما چون به میله میره به کجا میره هر روز ما کار میکنیم بکشته ما ایکو کلون نمیشه هر کار میشه ماما رمضان ما دو نفرم به خدا مجبوریه خاطر یمی خرجمو راست میگه رمضان ایکو اصلا به نیم من شلغم سر نمیشه بیمیه میخوریم هر شما بیمیه میگیره کاکام قاسم و وزیر سیوا میکنه میگه شما گندلون میخوریم گوشتار من میبینم گوشتار نظاره میگذاره پیش خود خو گوشتار پر استقونه که دندل من ندارم به نمینات میگذاریم پیش ما و گیپه انا ما سر نمیشه او دوغ میخوره به ما نمیده دوغ میگه دوغ ما این چکار کنیم مرازه بخوریم گیلک جو من میفهم که کاکا شما ظالمیه به سر شما خیلی ظلم و تعدا میکنه به سر می زمینا که من میبینم به خونه هم که هر دو تا شما میگن که دوغ میخوره به ما نمیده گوشتا نظاره پیش خود خو میگذاره یعنی از این ظالمتر به روی زمین دیگه من ندیدم ها ایتا مطمئن باش گیلک خو که ایتا هر چه کشت کنه امور پس به سر بچه ها خود رو میکنه بفهمیدی؟ تا هم بی غیرت نست که اگه به پیش حجی کاکا ظالم نورالله هم برفتی اونجا خود پرتو کرده از شما خبر نمیگیره شهره او دیگه شهریه دیگه به شهره خواهمی زبا او کبا بچه خوبتره او کبا بیتره بعد او میامد شما رو میبردی بری بر جمع میکرد گیلک جو برار خوبر دا فلنگ بسته که برو به یک جامعه همیت خود پرتو که بم خرج خود پرتو که پیش یک مسلمانه که حداقل اکاکا شما بیتر باشه به سر شما ظلم من میگم یه همین بگفتم دیشب ما اختلاط کردیم گفتم برای همین گیپک یک بیوه میوه پیدا کنه بستونه منم همون جمع کنه به خاک این میگم زن نما تو چی میگی گیلک
بزی که یک گوجب قطع کی مایه بیوه بده امسال 19 میشه بیخی امسال 90 شه تو به خود پیدا کو یک بیوه میبی من خاطر که ما عبدالیم دیگه ایکو مایه دیگه ایکو چیزه ایکته میشه ایلا کو گیلک راست میگه میرم بیا خودی تو بچیم بدگه جایی بریم بمی چانوش بریم رختا خونه ما جمع کنیم همی هست تو امین نمیگذاری به کاریو به حرفیو نمیکنی اگه نیه 100 دفعه تال پیش کاکا تو برفتی بود یکم شما بعد اجازه ندین که کاکا شما به سر شما ظلم کنه میزنم خود چه تو جلوری شو بلدی دیگه اوریسفیلیا بری آه دگه ای آنال برف همه نمیکنه آدمی حال به حرفتونو تو کلان نخوب بود آخه تو کلان شویی خورده مالی تا سر کوچی دی بره 100 دفعه گم بشه نمیشه حالی میبینه رو همی تبه کردن که حالا همی زندگی بیا برین کالوارا تیار کنیم اجیم بیا برنگی پس با خدا ما به جاتی شما بودی نیه بزید دست پا خو میکردن کاکا خود ظالم خورد همی تا میزدن که دیگه بر نمیخید اگه کاکا دست برا پا برا باشه حکم پیاره داره وقت همی تا ظالمی باشه چی بگم دیگه یک بیگونه بری آدم بدتره راست میگی ما تو کاکا ما بودی خب ما زور قوت نمایه ما زور قوت ندارم تنی تو فقط تنی همی درختا به نوشو میمونه زور قوت نداری دیگه نمیخداریم به سر و سیاست اینا کنه دیگه آفرین گیپ پشت بچیم تو یک چیزی میشی من دل جمعو گیپا بله تو بیا سیکو که برار ما با تو چی میگم بیا میگو بشی گپ که من گوش که رمضان هم راست میگو ایزا شفتال است ایزا سبسته تو میگو 5 دقیقه بشی بیا که برار جو خودتو پلان بسنجیم سیکو ای شفتالار اینا رحمه سبستار به سر مدرو میکنه تاشون به افتوا سرخ او روز خرمانا رو جمع کردیم گندما رو جمع کردیم سیکو یک ریفه پول با ما نمیده میگیم ما چون کشم مثل لب شطور ولی چاق خورده میگم کش بخر نمیخره با تو گیپک سیکو آسقط نمیخره انا ایت بیا که قرار که دیگه خودتو از اینجا بچی ما پول نداره مناله به شهر بریم همی کار خرابه خود سیکو گیپک نال دیونی سرقی کاکام که شو خو میشه مثلا آسکت خود پرتو میده تا کسی اینا پول مثلا یک بار مثلا بریم یک گوسپند ورداریم به یکی ببریم برفروشیم مثلا گوسپند مثلا یا گوساله بفهمیدی یک چیزی ورداریم برفروشیم که برفروشیدیم رختا اصلا رختا خود انور نداره بفهمیدی نصف شو ساعتا نصف شو انا قرار که دیگه در سال وا کنیم خودتو به تیریکی بچی ایلا رستی بسرا نمیشه زن مثلا اون خوشه زن کوکو شاید اون بیدار باشه اسکاتی ور داره زن کوکو با میبینه خود چه کار کنی؟ با اگه امرو که 100% میایه به سرا خوب میشه ما کم کار میکنه میبینیم اون خوب شد اسکاتی ور میداره پلو کیسه های خیلی میکنه بجه کنه میگه خب اگه بجه ملد ما نمیایه؟ نه او خوب دیگه نه دیونی سرگی سکو تو ایت پولای رو وردارک بفهمیدی پولای میبانیم بالا علفا قایم میکنیم شو ما از سرا بیری میشه نال ایتا که بیریشیم آسکت رو ورداریم اخوی بیدار میشه و مرد ما مفته که ما رو میگیره دستگیر میکنه به شو نمیشه او خوب اشته برات میده آسکتی ور میتونه پولای خیلی میکنه تو اول به جمعن به راه خب برو خوبه ای خدا صبر شکر سلام مشتری خیریاته شهری جور باشه چی گپه پیاده هستیم سلامت اگه شهری هم هستیم گاهی وقتا از شما دیکیو میاییم خبری میگیریم خود به میدی کلون شدی حالا که به شهر رفتی مار که فراموش کردی چی همی برارزاده سخیر خورم تو آدم فراموش کردی های ما برارزاده خو فراموش میکنم هر چی نکنی برارزاده به مثل اولاد آدمه مجبوریم بیایم از اونم خبری بگیریم و ما یک دفعه از اینا سر میزنیم که اینا زنده هم مرده هم اینا گوشنه هم سیر هم اینا چکار هستم ای برار تو بفهمیدی از ایمی آدم ها بیگونه به سر از اینا بیشتر ظلم میکنه اصلا یک بیگونه برار تو بیتره ای گپ نزن لالا رمضان هر چی نکنی کاکای نایه باز بیگونه نی از خود اینا چی فرق میکنه چرا ظلم کنه با والی از اینا ای لالا تو چی میفهمی ای برار تو به سر از اینا ارزن میکنه سبیست رو میکنه ما به تعمیدیم ما 24 ساعت اونا رو میبینم من میفهمم لالا رمضان هر چی که تو بگی هر چی نکنی کاکای نایه از خود نایه او کارو که بخکل نمیکنه
نورالله ما دوستتونم خودی هم خود به تعمیدی کلون شدیم ما تو را میشناسم برار تو را میشناسم نیازی نیه که ما برای تو بگم باور کو بدیدم برارزاداتون میگه دوغ میخوره با ما میگه او بخوریم به سر سفره. برار میج وقتی کارو نمیکنه ما قبول نمیکنیم دکتر. آنه فرتقان هرچی بزی میگی انگار به می دیوالا گفتی تا هم اثر از او به سر اینا ظلم میکنه تا هم رحم شفقت نداری اونا رو به کنار خونه میگیری هر دو تا یک براری. فهمیدی؟ چوب خالی چوب دوچی Vishak gillak. İşte Cancer Oskat Khayrat. ne videri? Bale. Baba. ای اسکات کوکو منه İşte sarı kalle düranga tu ek defa mi ek rang shud gilla. خود نه یا اسکات کوکو منه گفت اسکات ما به سرا بمونده برو به صحرا بیارن نه آه انا میبرم به صحرا میبرن که واسطه میره به خیرات Koko tu mere ba khairat. ها اوه. اسکات بمونده خود گیپک و اسکات داره Ama babar gipak khu oskat bedidum ma wal babar tu nadidum mi نه. ek defa goftum mi oska. حالا گوشی های بتک Koko tami to da asab kharo be age befan ke tu ir babar khu kerdi tu راست shir میگی. lad mekone gilla. ببر خونه میکنه سنگی خداحافظ Bor ba khair beri. کوکو ما به صحرا خیلی هم وقت تکلم دیگه میره Oh khobo boro. سلام علیکم. خوبی خیریت جان خیر سلامتی. چه خبر؟ جل کجا بخیر؟ چیز گیلا کر ندیدی خودی گیپاکه گیلا کو گیپاگ امال گفتم ما میرم به پیش کوکا خو میرم به سارا شما کو از این طرف می جای واسکت به دست اینو نبود با بر گیلاک بود واسکات شما چه کار ما جبا هیچی کوکو جو ما ایرون بمونم سر خو بگدشتم به خونه که خوشم واسکت خور بم بغل دست خو بگدشتم نمیفهم معتاد خور به سرا انداخت شکر خدا به این منطقه ما که دوست زم نداریم همین که ورخستم از خو واسکت ما قیب الله شده آخه گیلاک کو گیپاگ خودیم بودم و نیم ساعت پیش واسکات با بر گیلاک بود گفته که من میبرم به کوکا ما میره به خیرات میره ایشتن که اونا ویت گفتن شما ایت میگین واسکت ما بر گیلک بود بلیا کو میبرم به پیش کوکا خو میبرم به سارا شما هم از این طرف میایین بابا بیلا چه کار شده ظلم زیاد میتونه دیگه کاکا جو 2 تا گوشی به تا واسکت بود 3000 افغانی پول به تا واسکت بود به نظرم که من میفهمم فکر کنم هر 2 تا اینا برفتم از ایده خب کار نداریم اما جو خدا بیار باشین خیر بینید تمام قومی خبر دارن که به سر امی دوبرار شما ظلم میکردیم آخر یا پیش شما برفتم